استقلال کامل انرژتیکی تاجیکستان برای رسیدن به این هدف نزدیکتر می شود. از دوره‌های اولی به دست آوردن استقلال دولتی در برابر دیگر ساحه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی به رشد ساحه انرژتیکا افضلیت داده شد. طی 30 سال استقلال جهت استفاده منبع‌های هیدروانرژتیکی، تولید اقتدارهای نو، بنیاد نیروگاه‌های خرد و بزرگ برقی آبی برقرار و از نوسازی زیرساخت‌های برقی در مجموع بهتر ساختن اینفراستراکچور ساحه تدبیرهای مهم عملی گردید. با کار درآوردن دو اگریگات نیروگاه برقی آبی روغون، مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه 2، تعمیر و تجدید زیرساخت‌های خرد و بزرگ از جمله دستاوردهای مهم در ساحه انرژتیکای تاجیکستان میباشد. این شب روز در بعضی از شهر و ناحیه‌های مملکت قسماً خاموش کردن نیروی برق مشاهده می شود که این به سبب نیست. این هم انجام کارهای تعمیری و نظارتی در انشاءات مهم سیستم انرژتیکی. ولی توکای با آوازه‌های بی اساس باور میکنیم. گویا تاجیکستان در همین شب و روز نیروی برق را با اقتدار پررا با کشورهای همسایه صادرات می‌نماید. در تاجیکستان در مسئله تامینات برق یگان گونه لیمیت وجود ندارد. آوازهای غرضناک هم پیدا میشوند که گویا ما مردم خود را و اقتصادیات خود را به برق مانده به خارج کشور برق میدیم. ما در آغاز زمستان قرار داریم و از روی خصوصیت خاص سیستم انرژتیکی در این دوره آخرین کارهای تیاری به انجام رسانده می شود، چون که زمستان یک دوره خیلی فوق العاده برای انرژتیک می باشد. برای روشنی انداختن به این مسئله گروه ایجادی طول 2 هفته اخیر حالت امروزه فعالیت و تعمیر و تجدید نیروگاه برقی آبی نورک، نیروگاه برقی آبی سربند و ایستگاه‌های ترانسفورماتوری، زیرایستگاه‌های برقی و دیگر اینفراستراکچور شهرهای نورک، لیوکند، باختر، کوشانیان، ترسونزاده، حصار، ناحیه‌های شهر نو، جلال‌الدین بلخی و پنج را روی نوار آوردند. معلوم گردید که امروز در تمام انشاءات سیستم انرژتیکی مملکت و خصوص 13 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی انجام داده می شود که هدف از این تدبیرها تامین به مشکلی نیروی برق به اهالی تاجیکستان در فصل زمستان می باشد. برای در فصل زمستان پورا با برق تامین نمودن مشتریان مشکلی زیاده 251,000 مشتری معیشی و امید در خود فیلیال می باشد. کارمندان ما همه کارهای تعمیری و ترمیم در خط انتقال برقی در زیرساخت‌های 635 کیلوولت که زیاده از 48 عدد می باشد کارهای تعمیر رفته شده است. برای تعمیر کردن تجهیزات برقی حتما برق را ما خاموش کرده در این تجهیزاتی که در توازن ما هست کارهای تعمیری رفته شده است. ما اصلا برای تعمیر کردن حتما هم خط انتقال برقی 604 و خطای 35 کیلوولت که در توازن ما و زیرساخت‌هایی که 604 کیلوولت هست حتما بعد خاموش کردن در 13 شهر شبکه برقی فیلیال جیسیکا تعمیرهای جاری کپیتالی رفته شده است. علاج واقعه پیش از وقوع قبل از فرارسی فصل زمستان که از روی مشاهده و تحلیل ها بیشتر صدمه ها در این دوره سردی به وجود می آید، این مشکلات از امروز با گذراندن کارهای نظارتی و تعمیری پیشگیری کرده می شود. تامین نیروی برقی دائمی به اهالی از فعالیت پرثمر و منتظم هیدرواگریگات ها، زیرایستگاه ها، ایستگاه های ترانسفورماتوری، مستحکمی خط های هوایی انتقال نیروی برق، نیروگاه های برقی آبی و استواری دستگاه و تجهیزات ضروری سیستم انرژتیکی و بستگی کلان دارد. این حال ما در دستگاه تقسیم کننده کشوده 110 قرار داریم. در دستگاه تقسیم کننده کشوده 110 موافق نقشه تعمیرها و نقشه تجدید از نوسازی نیروگاه درخواست از جانب شرکت‌های قدرتی برای دوره به دوره به تعمیر برآوردن خط‌های برقی ارسال می‌گردد و آن درخواستایی که از جانب شرکت‌های قدرتی عملی می‌شود در یک جایگی در موافقه با شعبه تنظیمگری شرکت به نوبت گرفته شده و خطای برقی دوره به دوره به تعمیر برآورده شده، تعمیر کپیتالی و جاری آنها گذرانده می شود. حالا تاجیکستان برای تامین اهالی با نیروی برق مشکلی ندارد. گاه خاموش کردن نیروی برق که وقتهای آخر در بعضی از شهر و ناحیه‌های مملکت مشاهده می شود این تنها موقتی است. در مهلت‌های معین شده تمام انشاءات سیستم انرژتیکی مملکت با جلب متخصصان ورزیده سنجیده شده تجهیزات کارناشایان با دستگاه‌های نو عوض کرده می شود که این تدبیر آینده به تامین با اعتماد نیروی برق در فصل زمستان مساعدت می نماید. از جانب دیگر قبل از آغاز فصل زمستان که در این دوره طلبات اهالی و کارخانه و تشکیلات با نیروی برق بیشتر می گردد، انجام سری وقتی کارهای تعمیری در انشاءات موجوده انرژتیکی مهم می باشد. این حال ما در زیرساخت‌های 221
و 10 زیرسگاه کمالات قرار داریم. در تمام زیرسگاه‌ها برای گزارندگی کارهای تعمیر جاری و تعمیر پروفیلاکتیکی در 6 تا زیرسگاهی که ناحیه جلال‌الدین برقی با برق تامین می‌باشد کارهای تعمیر جاری رفته است. کشیدن خطهای هوایی انتقال نیروی برق و عوض ستونپایه‌های چوبین به آهن و بتونی از جمله تدبیرهای دیگری کارمندان شبکه‌های برق شهر و ناحیه‌های مملکت میباشد که امروزها با مرام ادامه دارد. وقتی که کارهای تعمیری گزارنده میشوند اون در این وقت لازم میآید ما مجبور میشیم که برق را با بعضی نقطه‌ها خاموش کنیم، چون که در زیر شدت یگان کار تعمیری فرا گرفته نمی‌شود. در یک وقت این کارهای تعمیری امکانیت می‌دهد که ما ذخیره انرژتیکی ما در زمستان بسنده شود. ما حاضر فقط یک تا آبانبار نارک داریم که آبانبار تعینات یک ساله است، یعنی که در این آبانبار ما فقط برای یک زمستان برای یک موسم آب ذخیره میکنیم تا نقطه 910 متر. هرچند که ما این آبانبار را تا نقطه نهایی از آب پر کرده باشیم هم در این وقت اگر ما در این شب و روز آن را ثمراناک استفاده نبریم این ذخیره ما ممکن است که در زمستان مشکل بیاد و بسنده نباشد. تاجیکستان در سمت رسیدن به یکی از هدفهای استراتژی استقلال کامل انرژتیکی قدم‌های استوار می‌گذارد. از این رو ساکنان مخصوصاً مسئولان کارخانه‌های استحصالی و خواجگی‌های آبرسانی بعضی از شهر و ناحیه‌های مملکت را ضرور است که با اینابت زحمت‌های شبانه روزی متخصصان ساحه در پرداخت حق استفاده نیروی برق مسئولیت شناس باشند. ظاهرشاه تقویمراد محمد نظری شریف برای برنامه تحلیلی و اطلاعاتی تاجیکستان.